دوراتی هاجکین، زنی که با رنتگن سر حیات را فهماند. دوراتی سال 1910 در قاهره مصر به دنیا آمد، اما در انگلیا به وایه رسید. مادر و پدر او با ارخئولوژیا و تعلیم مشغول بودند، اما دوراتی در سن 10 سالگی از خیمیا دل بست. او با مادرش می گفت من می خواهم مولکولا را دیده توانم. در دانشگاه اکسفورد و بعداً در کمبریج تحصیل کرد. آنجا با کریستالوگرافیا با رنتگن شناس شد، متدی که امکان میداد ساختار مولکول‌ها را با واسطه تصویرهای رنتگنی آموزند. این نوآوری علمی برای فهمیدن ساختار سفیده‌ها، ویتامین و داروها اهمیتی بزرگ داشت. در زمان جنگ دوم هاجکین ساختار پنیسیلین را با کریستالوگرافیا معاین کرد. این کشف برای استحصال وسیع و بهترسازی آنتیبیوتیک ها شرایط فراهم آورد. کشف دیگری بزرگ معاین کردن ساختار مرکب ویتامین B12 برای این سال 1964 به او جایزه نوبل در کیمیا داده شد. دورای 35 سال حیاتش را به تحقیق انسولین بخشید. هرچند سالهای زیاد کامپیوتر نبود، با زحمت و حساب دستی توانست یک قسم ساختار آن را فهماند. دوراتی مادر 3 فرزند بود و با وجود بیماری ارتریت که حرکت دوستانش را محدود میکرد، همیشه تحقیقات میکرد. او به تحقیقات در کشورهای آسیایی مثل خیتای و هندوستان نیز کمک میکرد. نوبل در کیمیا سال 1964 عضو اکادمی شاهیگری بریتانیا. هاجکین اولین زن بریتانیایی بود که این جایزه را در کیمیا گرفت. اسم او در مکتب‌ها، کتاب‌ها و حتی در رویخط 100 زن تأسیسگذار تاریخ آمده است. دوراتی هاجکین زن خاکسار و دانشمندی بود که به جنگ و جنجال، تبلیغ، با زحمت خاموشانه بزرگترین سرهای مولکول‌ها را فاش کرد. او نشان داد که اگر تو در علم دلسوز باشی، حتی از یک تصویر رنتگنی جهان طبیعت را می توانید بکشایی.